بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رحمت. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوبی برنامه حدیثی رحمت. آریا سهراب هستم و امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما خوبان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد. ماه رمضان فرصت بسیار خوب است که همه ما رسم بندگی کردن را خوب یاد بگیریم و رسم عشق ورزیدن را به درستی بیاموزیم. وقتی که خداوند به ما در این ماه شریف عشق ورزید، دیگر وجودمون سرشار از عشق و محبت می شود. آنگاه من و تو می شویم همانی که خداوند به خاطر خلقتش به خود آفرین گفت. قدر ماه مهربانی کردن را بدانیم. همراه ما باشید تا حدیث امروز را که استاد عزیز نصیب الله عمرов بیان میکنند بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم. امام مسلم در صحیح خود در حدیث نهم که مشهور به حدیث جبرائیل علیه السلام هست، در قسمت پایانی حدیث ادامه می دهد که حضرت جبرائیل علیه السلام از پیامبر خواست و گفت مرا از احسان خبر ده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند احسان آن است که خداوند را عبادت کنی، بندگی کنی گویا که او را میبینی، اگرچه او را نمیبینی اما در حقیقت او تو را میبیند. در این قسمت که جبرائیل امین علیه السلام در مورد احسان سوال می کند، در پاسخ سوال از احسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بیان حقیقت عبادت خدا این امر را یادآور می شود که اساس احسان همان یاد خدا در همه امور است. زیرا با یک نگاه عمیق می توان گفت که انسان با نیت درست و الهی خود تمام کارهای خود را می تواند به عبادت و پرستش تبدیل کند. مثلا خوابیدن و استراحت کردن معمولاً به عنوان یک عادت و امر معمولی موجود زنده و از جمله انسان محسوب می شود، ولی همین امر معمولی و عادی را انسان مؤمن با این نیت که سرحال بیدار شود و به عبادت پروردگارش آماده باشد انجام دهد، خواب و استراحت هم برایش عبادت مکتوب گردد. از طرفی کسی که خود را همیشه در محضر خدا می بیند، آیا غیر از احسان در کارها روش دیگری را هم می تواند انتخاب کند؟ باید به این نکته هم اشاره نماییم که در این حدیث شریف ترتیب سوالات از اسلام و ایمان و احسان
خود گویای این مطلب است که برای انسان در مسیر شناخت و پرستش معبود خویش قدم اول اسلام باشد که با تکمیل این قدم وارد مرحله ایمان می شود و با تکامل در راه ایمان به احسان دست می یابد. و این مطلب بسیار ظریف و زیباست که تأمل در آن امر شایسته است و اینجا گنجایش آن را ندارد که تمام جوانب این مطلب بازگو شود. واژه‌های احسان و محسنین در قرآن کریم به صورت فراوان به کار رفته است تا حدی که از مشتقات و نمونه‌های ریشه اصلی این واژه که حسنه باشد جمعاً 194 کلمه در قالب 28 ریخت و صورت به کار رفته است. کلمه احسان با تمام مشتقاتش 34 بار و واژه محسن با تمام مشتقاتش 39 بار در قرآن کریم آمده است. این کلمه دارای 3 معنای کاربردی است. 1. خوبی و نیکی به دیگران. 2. کاری را به نحوی نیکو و کامل انجام دادن. و 3. انجام کارهای نیک و رفتار صالح. یکی از نمونه‌های آیات قرآن رو در پایان این مبحث خدمتتان عرض کنم که خداوند در قرآن به احسان چقدر توجه کرده و تأکید نموده است. در سوره نساء آیه 36 می‌خوانیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا. خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره خویشاوندان، یتیمان، مستمندان، همسایه خویش، همسایه بیگانه، همنشین، در راه مانده و بردگان خود نیکی و احسان کنید. خدا کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. در این آیه 3 دستور الهی را می بینیم. دستور اول اینی که خدا را بپرستید. دستور دوم این که چیزی را به او شریک مگیرید و دستور سوم احسان کنید. در واقع یکی از مصداقها و نمونه‌های بندگی خداوند احسان کردن هستش، یعنی نیکوکاری کردن که اون هم برای خدا باید باشد. چیزی را در احسان کردن غیر از نیت خدایی را نباید وارد کنیم و این احسان و نیکی کردن قبل از هر کس به پدر و مادر باشد. انسان در برابر پدر و مادرش بالاترین احسان را باید انجام بدهد. هرچی داریم از پدر مادر داریم. هر نیکوکاری که از دستمان میاد باید قبل از هر کس به پدر و مادرمان ارزانی بداریم. و سپس خداوند دستور میدهد که بعد از پدر مادر هر کسی که در جامعه نزدیکتر هستش به اون باید احسان کرد. یعنی خالص برای خدا باشد. به خویشاوندان، به یتیمان، به مستمندان، به همسایه، حتی همسایه هم گاهی وقتا همسایه خویشاوند هست و همسایه بیگانه هست. اینا را باید توجه کنیم. به همنشینمان باید احسان کنیم. همنشین یعنی کسی که با ما در مسافرت همراهه یا در کار و کسبمان یکی از همکاران و همراهان ماست یا اینکه در دانشگاه همکلاس ماست. اینها میشوند و صاحب بالجنب یعنی همنشین.
به کسانی که در راه مانده هستند، نیازمند هستند باید احسان کرد و به بردگان و زیردستان و کسانی که زیر دست ما قرار دارند به اونها نیز از احسان نباید دریغ کرد. احسان این است که ما خدا را آنچنان عبادت کنیم که گویا او را می‌بینیم، اگرچه ما نمی‌بینیم ولی قطعاً او ما را می‌بیند و او ما را مشاهده می‌کند. هر کاری که انجام می‌دهیم اگر با این دید و با این احساس که خدا ما را دارد می‌بیند و بر اساس عمل کردمان مجازات خواهد کرد و ما را رسیدگی خواهد کرد، قطعاً در انجام امور به نیکوترین وجه سعی می‌کنیم و کار را زیبا انجام می‌دهیم، کار را به نحو کامل به سامان می‌رسانیم و سعی می‌کنیم که همواره کار نیک و رفتار صالح داشته باشیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما را از محسنین قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. از جناب استاد و شما روزه‌داران صبور. إحسان شعارنا الإحسان ليكمل الإيمان قد حثنا القرآن لتزهر الأوطان إحساننا لا يضيع للجار أو لليتيم عطاؤنا للجميع ذا نهجنا المستقيم إحساننا لا يضيع للجار أو لليتيم عطاؤنا للجميع ذا نهجنا المستقيم إحساننا للفقير للأهل والوالدين خلق عظيم كبير في الجيد فرض ودين إحسان خدایا لبهای تشنه ام را، دهانی فرو بسته برای لقمه ام را، چشم و گوشی از وسوسه گریخته ام را دریاب. مرا از شراب مهر خود جرعه بنوشان، مرا از مائده غفران خویش روزی ببخش و چشم و گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن. خدایا درهای فراوان نعمتت را بیش از همیشه برایم باز کن. راه های گسترده هدایت را نزدیکتر از گذشته پیش پایم بگذار. صدایم را دگرگونه تر بشنو، دعایم را کریمانه تر اجابت کن و آرزو و امیدهایم را رستگارتر رقم بزن. در پناه حق سلامت و شاداب باشید. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org